أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب کراهت تفضیل الوالد بعض اولاده على بعض فی الهبة، یعنی باب در مسئله مکروه دانستن برتری و بالاتر دانستن پدر بعض فرزندهایش را بر بعض دیگرش در هدیه دادن و در تحفه دادن، که یک فرزندش را از یک فرزند دیگرش بالاتر بداند در هدیتی و در کمک و یاردم. این کراهیت دارد و این ناجایز می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برامون تقدیم میکند که حدیث 1772 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید: عن النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما، یعنی از نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت است: ان اباه اتى به رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال. هر آینه میگه پدرش، یعنی نعمان را پدرش به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد و فقال، پس گفت که اینی نحلت ابنی هذا غلاما کان لی، گفت هر آینه من بخشیدم یا دادم به این فرزندم غلامی را که داشتم. خب اولا اینجا یک قصه دارد تا اینکه ما این حدیث را واضحتر و خوبتر بفهمیم. نعمان پسر بشیر، وقتی که بشیر به فرزندش باغ را هدیه میتید، یک باغ را هدیه میتید، بعد از باغ را دادن باز یک غلام دیگر میتید یا باغ را به فرزندو تقسیم میکند. پس به بشیر، به نعمان، بشیر یعنی پدرش، یک غلام دیگر دادنی میشود، اما مادری نعمان، همسر بشیر، در دادن این راضی نمی شود، یعنی در دادن غلام راضی نمی شود که مادر نعمان این عمره بنت رواحه است. عمره بنت رواحه راضی نمی شود که به فرزندش اون غلام را بدهد. پس میگه که من به شرط راضی می شوم که این غلام را به فرزندم بدهی، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بپرس. اگر پیغمبر اجازت بتید پس من راضی، اگر اجازت ندهد من راضی نه. گفته مادر نعمان، همسر بشیر، اعتراض بیان میکند. پس این سبب میشود که بشیر فرزندش نعمان را میگیرد و نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبرد و این مسئله را براش تقدیم میکند که اینی نحلت ابنی هذا غلاما کان لی، میگوید هر آینه من به این فرزندم هدیه دادم غلامی که داشتم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بشیر پرسان می شود که اکل ولدک نحلته مثل هذا، یعنی آیا برای همه فرزندانت همین طور هدیه دادی؟ یعنی همه فرزندانت یک غلامی هدیه دادی؟ فقال لا، پس بشیر میگوید که نه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرجعه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس اون هدیه دادگیت رو، اون غلام رو باز پس گردان، یعنی اون را بگیر. این هدیه، این طور هدیه دادن جایز نمی باشد که یک فرزندت را بتی و دیگر فرزندایت را ندهی، این طور جایز نمی باشد. خب و فی روایتین، در یک روایت دیگر میگوید که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که بشیر نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و این قصه را بیان کرد که برای فرزندم غلام دادم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که افعلت هذا بولدک کلهم، یعنی آیا این کار رو به همه فرزندانت کردی؟ یعنی همه فرزندانت را انا همین طور یک غلامی دادی؟ قال لا، پس میگه بشیر گفت که نه.
قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم، یعنی گفت که بترسید از الله جل جلاله و عدل بکنید در بین فرزندانتان. پس در بین فرزندانتان گفت عدل بکنید، اینطور ناعدلی و ناعادلانه رفتار نکنید. فرجع ابی، اکنون نعمان میگوید که پدرم از نزد پیغمبر بازگشت و آمد و فرد تلک الصدقه، پس بازگرداند آن صدقه، آن هدیه را که داده بود برام، میگه اون را گردانده گرفت، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این امر را براش کرد که فرجعه، یعنی اون را بازگردانده بگیر. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا بشیر الک ولد سوى هذا، گفت ای بشیر آیا دیگر فرزندای غیر از نعمان داری تو؟ غیر از نعمان دیگر فرزندها داری؟ قال نعم، میگه بشیر گفت که بله دارم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اکلهم وهبت له مثل هذا، یعنی آیا برای همهشون چنین هدیه داده ای؟ یعنی همهشون یک غلامی دادی؟ قال لا، میگه بشیر گفت که نه، همهش را ندادم. قال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فلا تشهدنی اذن، پس گفت مرا شاهد نگیر در این هنگام، این طور که باشد من را گفت شاهد نگیر در این بین. فانی لا اشهد علی جور، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت پس هر آینه من شاهد و گواه نمیشوم در ناحقی و در ستم و ظلم، من در جور و ستم و ظلم و ناحقی گفت شاهد نمیشوم، پس مرا گفت شاهد نگیر. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا تشهدنی علی جور، یعنی من را گواه در ظلم و ستم یا در ناحقی گواه نگیر من را. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که اشهد علی هذا غیری، گفت گواه بگیر در این کار کسی دیگر را غیر من، یک اون کسی دیگر را گفت شاهد بگیر، گفت مرا در این بین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مرا در این بین همراه نکن. ثم قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، این اکنون در این روایت علت رو بیان میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا سوال عقلی برای بشیر میدهد، میگوید که ای بشیر ایسرک ان یکون الیک فی البر سوا، گفت ای بشیر آیا ایکون الیک فی البر ایسرک، یعنی آیا تو را خرسند میکند که فرزندانت در خوبی کردن و احترام کردن یکسان و برابر باشد؟ یعنی آیا تو دوست میداری که فرزندانت همش تو را یک نمود احترام کنند، یک خیل حرمتت کنند و یک خیل احسان و نیکویی برایت بکنند؟ آیا این گفت تو را خرسند میکند؟ قال بله، پس میگه بشیر گفت که بله حتما، از فرزندان همین را انتظار هستم که همهشان یک نمود و یک خیل احترام بکنند. قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فلا اذن، پس گفتن در این صورت چنین نکن. وقتی که دوست میداری که همش یک نمود تو را احترام بدارد و دوستت بدارد و حرمت و احسانت بکنند، پس تو این کار را نکن که یک فرزندت زیادتر بود یک کمتر، این سبب بدبینی و سبب تبعیض و سبب نافهمایی در بین فرزندان می شود که شاید کینه و کدرت در دل فرزند بماند. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود باب مکروه بودنی بالا دانستنی پدر بعض فرزندانش را از بعض دیگر در هدیه دادن. نباید پدر این کار را در بین فرزندا بکند، بلکه فرزندا را همهشون را باید یک خیل نگاه بکند. و در اینجا جایز است به یک فرزند یک چیزی زیادی دادن به شرطی که راضیگی دیگر فرزندا را بگیرد. مثلا پدر میخواهد یک خانه به فرزندش بتید، اما بعد فرزندای باقی مانده دادن نمیتواند و دیگرها را بپرسند، اونها اگر که راضی باشد در این صورت میتواند که خانه به فرزندش بتید یا ماشین بتید یا مگزین بتید یا هر چیزی که
زیادتر فقط اگر که به یک فرزندش داده نمی شود، در این صورت جایز و درست است. یا حالتهایی هست که مخصوص فرزند خودش می شود، در این صورت هم جایز است. مثلا فرزند در جا می خواند، سومی مکتب میتی، و یا فرزند در مکتب می خواند کتاب می خرید، این مخصوص خودش است. یعنی برای کتاب خریده نمی شود و دیگر فرزندات هم برای کتاب بخرید. یعنی اونها اگر که نمی خوانند پس احتیاج با کتاب ندارند. پس این در سر کی است؟ در سر پدر است که باید نفقه تعلیم و نفقه خوراکه فرزندش را تأمین بکند. در این صورت جور و ظلم نمیشد. اما اگر هدیه بتید و اگر زیادتر بتید از دیگر فرزنداش و اون فرزندا راضی نباشند، در این صورت جور و ظلم می باشد که پیغمبر گفت که در این جور، در این ظلم و ستم من را شاهد نگیره. خب با همین این باب با آخر رسید. اکنون باب نو شروع می شود. باب تحریم احداد المرأة على میت فوق 3 ایام الا على زوج 4 اشهر و 10 ایام. امام نووی رحمه الله در باب نو میگوید باب حرام بودنی عزاداری، ماتم گرفتن زن علی میت، بر مرده، فوق 3 ایام، یعنی زیادتر از 3 روز، زیادتر از 3 روز ماتم گرفتن زن بر مرده، این حرام است، جایز نمی باشد. الا علی زوج، مگر اینکه اون زن میتواند به شوهرش اعضاگیری بکند 4 اشهر و 10 ایام، یعنی 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز زن میتواند که برای شوهرش ماتمگیری بکند. در غیر این جایز نیست زن از 3 روز زیاد ماتمگیری بکند. فقط در شوهرش حق دارد که 4 ماه و 10 روز. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برامون تقدیم میکند که این حدیث 1773 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن زینب بنت ابی سلمة رضی الله عنها قالت، میگوید که از زینب بنت ابی سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت، میگوید که دخلت على ام حبیبه رضی الله عنها زوج النبي صلی الله علیه و سلم حين توفي ابوها ابو سفیان بن حرب رضی الله عنه. میگوید در آمد، یعنی که زینب بنت ابی جحش میگوید در آمد نزد ام حبیبه رضی الله عنها، همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که وفات کرده بود پدرش، پدر حبیبه ام حبیبه رضی الله عنها را پدرش وفات کردگی که بود ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه. در این هنگام میگوید نزد اون در آمد، فدعت بطیب فیه صفرتون، پس میگوید ام حبیبه خواست بطیب، یعنی خوشبویی که فیه صفرتون، در اون خوشبویی بگیم زرد رنگ دیده میشد، یعنی که میتونم بگیم که آمیخته به زعفران بود. اون خوشبویی آمیخته به زعفران بود. خلوق او غیره، یعنی که خلوق اون بگیم آمیخته به زعفران که بود خلوق بود، یعنی که ماده خوشبوی بود که او غیره، یا که غیر این، خلاصه یک خوشبویی خواست. فدهنت منه جاریتن، پس مولد میگه همون از همون خوشبویی، جاریتن یعنی که دختری که با کنیزکی که داشت با اون میگه مولد. ثم مست بعارضیها، پس میگه دستش را بگیم شکید، دستش را مالید با رخسارش، بعارضیها با رخسارش، یعنی که ام حبیبه بعد از اونی که اون دخترچه که یا که کنیزی که داشت در اون او را اول خوشبویی کرد و بعد میگه همون دستی که خوشبویی داشت یا که عطر و
خوشبویی که داشت همون را میگه در رخساره خودش میگه شکید. ثم قالت، پس میگه گفت والله ما لی بطیب من حاجت، قسم به الله من احتیاج به عطر و خوشبویی ندارم، زیرا که نه پدرش وفات کرده که بود. از این حساب گفت که والله من احتیاج به خوشبویی و به عطر ندارم. غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه گفت من شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در بالای منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتند لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لا يحل لامرأة، یعنی حلال نیست برای زنی که تؤمن بالله والیوم الآخر، اون زن ایمانی به الله و ایمانی به روز قیامت دارد، ان تحد علی میت فوق 3 لیال، این که بگیم عزاداری بکند، ماتمگیری بکند بر مرده فوق 3 لیال، یعنی که زیادتر از 3 شبانه روز. الا علی زوج، مگر اینکه گو به شوهرش 4 اشهر و 10، یعنی 4 ماه و 10 روز میتواند که زن به شوهرش عزاداری بکند. قالت زینبو، پس زینب میگوید، راوی حدیث میگوید که ثم دخلت على زینب بنت جحش رضی الله عنها، بعد میگه در آمدم نزدی زینب بنت جحش رضی الله عنها، حین توفی اخوها، وقتی که میگه وفات کردگی بود برادرش، یعنی که این باز در دیگر جا قصه را بیان کرده. این قصه اول بود از ام حبیبه که پدرش وفات کرد، اکنون قصه دوم است که زینب بنت جحش را برادرش وفات کرده بود. حین توفی اخوها، وقتی که برادرش فوتیده بود، فدعت بطیب، پس میگه باز هم این زینب بنت جحش طلب کرد خوشبویی را، فمست منه، پس از اون خوشبویی میگه خودش را خوشبو کرد، خودش را خوشبویی کرد، استفاده برد. ثم قالت، پس میگه گفت که اما والله ما لی بالطیب من حاجت، اما گفت قسم به الله من احتیاج به این خوشبویی ندارم. غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه گفت من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بر بالای منبر میگفت لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر، یعنی حلال نیست برای زنی که ایمان به الله و ایمان به روز آخرت دارد، ان تحد علی میت فوق 3، یعنی اینکه ایمان بیارد، زنی که ایمان دارد به الله و به روز قیامت، ان تحد علی میت فوق 3، یعنی که اینکه عزاداری بگیرد، ماتم بگیرد بر مرده زیاده از 3 شبانه روز، الا علی زوج، مگر اینکه به شوهرش میتواند ماتم بگیرد 4 اشهر و 10، یعنی که 4 ماه و 10 روز، که این حدیث متفق علیه می باشد. خب این بود حدیثی که در زیر این باب یک حدیث آورده است. اکنون در اینجا چند مسئله هایی هست، برای واضح شدن مسئله بیان بکنیم. اولا زن نمیتواند خوشبویی استفاده ببرد بعد از وفات شوهرش اگر که در بطنش کودک نباشد، 4 ماه و 10 روز است. اما اگر که در بطنش کودک باشد، تا اون کودک تولد کردن بگیم اون زن در عده است، نمیتواند که خوشبویی و بعضی چیزایی که حالا ذکر میکنیم استفاده برد. خب و اینجا مسئله هست که وقتی که یک زن وفات میکند، شوهرش با اون بود یا نبود باید اون عده ببیند. مثلا یک زن شاید شوهرش 5 سال است،
3 سال است، 7 سال است، از خودش دور است. وقتی وفات میکند، بعد از وفات کردن آیا اون زن باید عده بپوید یا نپوید؟ بله باید عده بپوید، باید عده بیستد، یعنی که حتمی است عده ایستادنش، زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 234 میگه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا. یعنی اون زنهایی که یتوفون منکم، یعنی که اون کسانی که میمیرند، اون کسانی که میمیرند و همسران اونها و یذرون ازواج، یعنی که همسراشون در دنیا باقی میمونن، یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا، یعنی باید عده بپویند 4 ماه و 10 روز. این عده پویدن 4 ماه و 10 روز یعنی شوهرش وقتی در نکاح یک کس که هست، شوهرش که میمیرد این را باید بپوید، یعنی که بگم این طور نیست که باید شوهرش در برش باشد، زیرا که یکی از سببهای عده را در بین مردم بسیار مشهور که است میگن پاک شدن رحمش است، پاک شدن رحم اون زن. اما این فقط پاک شدن رحم زن نیست، بلکه این احترام نکاح هم که است، از این حساب شوهرش همراهش بود یا نبود باید این کار را انجام بدهد، یعنی که باید عده بپوید. و این یک مسئله. اما اگر که حامله دار باشد و عده اون تا وضع حملش است، الله در سوره طلاق آیت 4 میگه که و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، یعنی اون زنهایی که حامله دار هستند عدهشان تا تولد کردن اون کودک است. فرقی ندارد که زیاد باشد، ماهی دوم و سوم کودک داریش باشد، یا فرقی ندارد که بعد از وفاتش یک چند دقیقه بعدم تولد شود. مثلا مرد وفات کرد، چند دقیقه بعد زن تولد کرد، خلاص ولی مرد را اگر نگورانده باشه هم این زن حق دارد برای شوهر کردن. چرا؟ زیرا که عدهش خلاص شد. عده این زن چی بود؟ وضع حمل. وقتی تولد شد کودک، بعد از اون میتوند این زن شوهر بکند، یعنی براش جایز است شوهر کردن، به خاطر اینکه عدهش خلاص شد. بعد از وفات شوهرش چند دقیقه بعدم تولد کرد، چند روز بعد یا هر چی قدری که باشد تولد شد، عده زن با همون خلاص میشد. خب اکنون زن در وقتی که عده هست، در وقتی ماتم داریش چی کارها رو انجام دادن میتواند؟ زن در حالت شوهرش مرده باشد در عده است، یا که بگیم یا نزدیکش مردگی است، این غم دارد، در ماتم است، این چی کارها رو کردن میتواند؟ اولین کاری که کردن میتواند لباسای زینتی پوشیدن براش جایز نیست. لباسای زینتی، لباسایی که برای زینت است، اونها رو به بر کردنش براش جایز نیست. یکم. و دوم، هیچ نمود خوشبویی را در بدنش استفاده برده نمیتواند. هیچ نمود خوشبویی را استفاده بردن براش جایز نیست. و مگر اینکه اگر بعد از کسل ماهانش باشد و بوی بدی باشد، برای رفع اون بوی بد میتواند استفاده برد، اما این در حالت ضروری است. اما اگر این نباشد، در این صورت جایز نیست که خوشبویی را استفاده برد. و سومین چیزی که همچنین حق ندارد استفاده برد، این زینت زن است، یعنی که بگیم دستبند و گوشوارها و بگیم چیزی که در گردنهاشون آویزان میکنن از گردن بندها و چیزی که در پاهاشون بعضی زنها استفاده میبرن از زینت و از زیبایی ها، اینها را استفاده بردن همچنین براش جایز نمی باشد. و چهارم، برای زن دیگر وقتی در ماتم هست از خانهش برآمدن بدون ضرورت جایز نیست، مگر اینکه اگر ضرورت شود میتواند ببراید، اما اگر ضرورت نباشد باید در جایش بماند. مثلا زنی را که شوهرش وفات میکند باید در خانه شوهرش بماند تا عده‌اش برآمدن. حتی علما میگویند یک انسان وقتی در یک شهر دیگر است، زن میگم در یک شهر دیگر است، وقتی که شوهرش وفات میکند باید از اون شهر گشته بیاد به خانه شوهرش، باید بیاد در خانه شوهرش بیستد، از خانه شوهرش بیرون نرود. و پنجمین چیزی که برای زن ممکن نیست استفاده بردنش در حالت ماتم داری و در حالت عده‌اش، این
آرایش است و مثل سرمه کشیدن و مثل اینها را هم همچنین استفاده بردنشون جایز نمی باشد. اینها را استفاده بردنشون جایز درست نمی باشد. حتی ابن حزم در این مسئله قول دارد، میگه که اگر یک زن را بگیم سرمه برای فایده چشمش که چشمش ضعیف شده استفاده باشد و استفاده بردنش در امرش بکنن و براش میگه جایز نیست، حتی اگر چشمش از دستش هم بتیاد، میگه ابن حزم میگه جایز نیست که از اون سرمه استفاده برد زنی که در عده است یا که در حالت غمداری هست. پس این چیزهایی هست که استفاده بردنش برای زن جایز نمی باشد، چی در حالت عده باشد چی در حالت غمداری، یعنی که اگر پدرش وفات کرده است یا که برادرش وفات کرده است، اینها را استفاده بردنش منع می باشد. پس این بود باب حرام بودنی عزاداری و ماتم گرفتن زن بر مرده زیاده از 3 شبانه روز، مگر اینکه به شوهرش که میتواند 4 ماه و 10 روز عزاداری بکند، یا که اگر حامله باشد تا تولد کردن کودک میتواند عزاداری یا که ماتم بگیرد. خب این بود این باب، به همین این باب به آخر رسید. اکنون باب نو شروع می شود، باب تحریم بیع الحاضر للبادی، یعنی باب در مسئله حرام بودنی واسطه شدنی برای فروختن شهری به انسانی که دهاتی است، قشلاقی است. یعنی یک شهری واسطه شود در فروختن چیزی از کسی که اون دهاتی است، این حرام است میگد. و تلقی الرکبانی، یا رفتن به پیشوازی اون کسانی که بار میارند، مثلا مردم شهر به علاوه دروازه شهر بروند تا اینکه اون مردم دهه که بار میارند، اون چیزای فروشی میارند، اون را از اونها در اونجا بگیرد. اینجا هم رفتن برای این کار کردن حرام می باشد. والبیع علی بیع اخیه، و همچنین فروختن بر بگیم دست درازی کردن در معامله که یک برادرت اون معامله را انجام داده ایستاده است. مثلا یک کس یک چیز را خریده ایستاده است، تو در بالای اون دخالت بکنی، این هم حرام می باشد. یعنی که سودای اون را بزنی و کار اون را برباد بتی، این حرام است. باید انتظار شوی اول اون خلاصش ببرد آیا میگیرد یا نمیگیرد، بعد از اون تو دخالت بکنی. والخطبه علی خطبه اخیه، و همچنین خواستگاری کردن با خواستگاری کردن یک برادرش، بر بالای خواستگاری کردن یک برادرش. مثلا یک انسان دخترش ده یک از خواستگاری میآید، تو میدونی که دختر اون ده خواستگار آمدگی هست، حالا جوابش دادگی نیست، و در بالای اون تو خواستگاری کردن هم حرام است. باید انتظار شوی اون جوابش رو بگیرد، یعنی او را میتین یا نه. اگر که ندادند، بعد از اون میتوانی چیکار کنی؟ بگم خواستگاری کنی. و الا جایز نیست، حرام است که در بالای خواستگاری اون تو باز خواستگاری بکنی. الا ان یأذن او یرد، مگر اینکه اجازت بدهد. کی اجازت بدهد؟ همین انسانی که خواستگاری رفته است. مثلا یک کس دختر یک کس خواستگاری می رود و تو هم میخواهی که خواستگاری بروی به دختر فلانی، اول به پیش این کسی که اول خواستگاری کرده است پیش این میروی، میگویی که شنیدم که تو به فلانی خواستگاری رفتی، حالا جوابت را دادگی نیستن، آیا اجازت میدهی که منم خواستگاری کنم؟ هر کسی دبتید خود دختردار به کسی راضی شود، آیا اجازت میدهی؟ اگر که اون انسان اجازتت بدهد، در این صورت میتونه که تو بروی خواستگاری بکنی به کسی را صاحب دختر بچید. او یرد، یا اون دختردار خواستگاری اول جوابش داد که من نمیتیم به تو، جواب این را داد، بعد از این اکنون تو میتوانی که خواستگاری بروی و خواستگاری بکنی. خواستگاری کردن در این صورت بعد جایز و درست می باشد. خب این بود بابی که امام نووی رحمه الله گذاشته است. یعنی که در اینجا در این باب از باب معلوم شد که در 3 مسئله گپ می زده است. مسئله یکم، واسطه شدن شهری برای فروختن چیزهایی که
دهاتی میارد به شهر تا اینکه بفروشد. این یک مسئله. و دویم مسئله بگیم معامله یک برادر رو برهم دادن، در بالای معامله اون معامله کردن، این دویم مسئله. و سوم مسئله یک کس خانه یک از خواستگاری رفته است، تو در بالای اون به اجازت و بدون پیش از اونه که جوابش بتید خواستگاری بروی. این سه حالت می باشد. این سه بگم این سه موضوع است. پس امام نووی رحمه الله در این سه موضوع برامون دلیل تقدیم میکند که امام نووی رحمه الله در زیر این باب تقریبا 6 حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیثی که میارد حدیث 1774 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید ان انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر لباد. انس رضی الله عنه میگه که منع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر لباد، این که دلالی بکند یا واسطه شود حاضر، یعنی که شهری، لبادین برای کسی که دهاتی است. حاضر شهری را میگن، بادی دهاتی را میگن. یعنی یک شهری، یک انسان شهرنشین، یک انسان شهری چیزی بادیانشین را واسطه بشود و دلالی کرده بفروشد، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را منع کرده است. میگه و این کان اخاه لابیه و امه، اگر هرچند که اون شهری با آن دهاتی را برادری پدری و مادریش باشد، حتی برادرش باشد، نمیتواند که واسطه شود. این را میگه منع کرده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث حدیث متفق علیه است. در حدیث دیگری هست که امام مسلم روایتش میکند، امام نووی رحمه الله در این زیر باب آوردگی نیست، اما در اون حدیث بسیار واضح و روشن این مسئله را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید. حدیث مسلم است که حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند. پیغمبر میگوید که دعوا الناس یرزق الله بعضهم ببعض، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای چی منع کرد شهرنشین را که واسطه و دلالی بکند برای فروختن چیزهایی که از بگیم چیزهای دهاتی را؟ برای چی؟ میگه که پیغمبر گفت که دعوا الناس یا دعوا الناس، یعنی مردم رو ترک بکنید، مردم رو بگذارید. یرزق الله بعضهم من بعض، الله بعضیشان رو به بعضیشان رزق میدهد. یعنی مانند اون دهاتی میارد در شهر چیزها رو ارزانتر میفروشد که چند شهری دیگر ارزانتر اون چیز رو به دست میارد. پس دو فایده میشود. یکم فایده که اون شهری ارزان میخرد بدون دلاله، و دوم این دهاتی سومش رو زودتر میگیرد و به مقصد زودتر میرسد. از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بگذارید مردم را معاملهاشون خشون انجام بدهید، زیرا اینکه یرزق الله بعضهم من بعض، الله سبحانه و تعالی بعضیشون را به بعضیشون مخلوق ها را، مردم ها را رزق میدهد. خب این بود سبب منع بودنی واسطه شدن دلالی کردن شهری برای فروختن چیزهای دهاتی. خب بعضی علما در اینجا میگن که اگر دهاتی طلب بکند از شهری که بیا چیزهای مرا بفروش، جایز است. بعضی علما این گپ رو میگوین، اما قول راجح و یا خود حدیث، لفظ حدیث دلالت میکنه که نه، طلب کردنش هم جایز نیست و در هر صورتی که باشد جایز نیست که شهری دلالی بکند برای فروختن چیزهای دهاتی. خب این بود حدیث 1774 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1775 کتاب ریاض الصالحین رو میآورد و میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تتلقوا السلع حتى يحبط بها الى الاسواق. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تتلقوا السلع، یعنی شما
با استقبالی چیزهایی که از دهه برای فروشی میارن مردمی دهه، با استقبال اونها نروید. یعنی چی؟ یعنی با لوی دروازه شهر نروید که قشلاقی ها دهگی ها چیزهایی را میارن، شما از اونها خریداری بکنید و بیارید به بازار، بعد اون را شما بفروشید. این کار را گفتن شما نکنید. لا تتلقوا السلع، یعنی با استقبالی چیزهایی که از دهه میارن برای فروشی به استقبال اونها نبرایید. حتی یهبط بها الى الاسواق، تا اینکه فرود آورده شوند اون چیزها به بازارها. یعنی تا اینکه اون دهاتی بیاید به بازار، داخل بازار بدراید، بعد میتونه از داخل بازار خرید بکنی. اما با پیشواز اون برآمده رفتن، این را پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، منع کردن، گفتن این کار رو شما نکنید. این حدیث متفق علیه است. و در حدیث دیگر این مسئله را که اون حدیث همچنین حدیث امام مسلم است، بسیار واضحتر، حتی اختیار داده می شود در دستی اون دهاتی که میتواند مثلا در پیش دروازه آمدن شهری و چیزاش خریدن، بعد این دهاتی بازار آمد دید که اونها فریبش کرده یعنی ارزان گرفته، اختیار دارد که اون چیزها را گردونده بگیرد، برای سون اونها را بتید، بگه شما مرا فریب کردید، بتید مال من را که شما بیرون از شهر مال من را ارزان خریدید. حتی میگه برای اون دهاتی اختیار داده می شود. که این حدیث امام نووی رحمه الله در این زیر این باب نیاورده است، اما حدیث امام مسلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا تلقوا الجلبه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا تلقوا الجلبه، یعنی شما با پیشوازی آن چیزهایی که از دهه برای فروشی میارند و پیشوازی اونها نبرایید. فمن تلقاه، پس حرکت این کار کرد، با پیشواز رفت و استقبال کرد، اون را بیرون از شهر، اون دهاتی بیچاره را فریب کرد و ارزان کالاهای متاع برای فروش آوردگیش را خرید. فاشترا منه، میگه از اون انسان خریدش، از این شهری از اون دهاتی خرید. فاذا اتى سیده السوق، پس وقتی که اون دهاتی، اون صاحب اون متاع و کالا، وقتی که آمد به بازار، آمد بازار رو دید، فهو بالخیاری، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس اون انسان، اون دهاتی اختیار دارد که مالش رو گردونده بگیرد. یعنی در اونجا سودا کردن، مال به اونها دادن، سوم بگم اون دهاتی گرفت، وقتی بازار آمد، در این صورت اختیار داره، میگه خیار هست به دستش، یعنی اختیار به دستش هست، میتواند که سوم اونها را گردونده بتید، بگد مال من را برای من بتید. این را شریعت اجازت میتید و برای اون انسان اختیار است این کار رو انجام دادن. پس این بود حدیث 1775 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1776 کتاب ریاض الصالحین رو می آورد و می گوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تتلقوا الركبان، پیغمبر گفتن شما اون کاروان تجارتی ها را با استقبالش نبرایید، بیرون از بازار و بیرون از شهر، یعنی با استقبال اونها نروید. ولا یبیع حاضر لبادین، پیغمبر گفت که و دلالی نکند و نفروشد شهری برای دهاتی چیزی را، یعنی که واسطه نشود، دلالی نکند که چیزی دهاتی را شهری در شهر بفروشد. فقال له طاووس، پس میگه طاووس ابن عباس را پرسان شد که ما قوله لا یبیع حاضر لبادین، میگه گفت که این سخن چی معنا دارد که نفروشد شهری برای دهاتی، این چی معنا دارد؟ گفته از ابن عباس طاووس پرسان شد. قال، ابن عباس گفت که لا یکون له سمسارا، یعنی که شهری دلالی نکند برای دهاتی. گفت معناش همین است، شهری برای دهاتی دلالی نکند. این حدیث
متفق علیه است. اکنون سبب این منع بودن چی است؟ سببش این است که اگر که شهری دلالی بکند حتما قیمتش میفروشد و حتما سوم به دست اون دهاتی دیرتر میرسد. یعنی یکمش که قیمت میفروشد و دویم که سوم به دست دهاتی میگن دیرتر میرسد. از این حساب است که بگیم شریعت منع کرده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است که شهری دلالی بکند برای دهاتی. خب این حدیث متفق علیه بود، حدیث 1776 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1777 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر لباد. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است که دلالی بکند شهری و دهاتی را. این را پیغمبر منع کرده است. پیغمبر گفته است که ولا تناجشوا، یعنی که شما تناجش نکنید، یعنی سودازدنی نکنید، یا مال خریدنی نیستید و برای مردم رو فریب دادن نرخ بالا نبرید. ولا یبیع الرجل علی بیع اخیه، یعنی پیغمبر گفت که و نفروشد مرد بر فروختن بالای فروختن برادرش ده. این چی نموده است؟ مثلا دو مگزین برابر است، یا مگزین یک چیز را فروخته ایستاده است، مثلا با مقدار 100 سوم سودا کرده ایستادن، او برگیش میاد میگه بیا من میره 80 سوم نمیتیم. یعنی این سودازنی هست، بازار اون انسان را یا معامله اون انسان رو خراب کردن است. و همین که پیغمبر میگه ولا یبیع الرجل علی بیع اخیه همین است، یعنی در بال اون انسان 100 سوم راضی است که اون چیز را بخره، تا اینجا میگه که مثلا 80 سوم بده این را بگیر، یا که همون چیزا مثلا برگیش بیاد بگه که 90 سوم بیا من برای تو میدهم. این حرام است، ناجایز است. بعد از این میگه ولا یخطب علی خطبه اخیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و نباید خواستگاری بکند مسلمان به خواستگاری کرد در بالای خواستگاری کردن برادرش. برادرت یک از خواستگاری رفت، برای تو جایز نیست که تو با اون خواستگاری روی تا اینکه اون جوابش بدهد یا تا اینکه یا اجازت این خواستگار رو بگیری. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها، و نباید بخواهد میگه زن طلاق خواهرش، یعنی خواهر یک مسلمانش را نباید زن این را بخواهد. لتکفأ ما فی انائها، تا لتکفأ یعنی که تا اینکه دیگرگون کند ما فی انائها، آنچه که در ظرف اون زن هست. منظورش چی است؟ منظور این است که مثلا یک انسان زندار یک زن دارد و میخواهد زن دوم بگیرد، وقتی خواستگاری میرود زن دوم شرط میگذارد، میگه زن اول تا اول سر بده بعد من تو را میگیرم. انا همین را بگد که ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. منظورش انا همین است، یعنی اون زن نخواهد طلاق خواهرش را، یعنی که این مرد میخواهد زن دوم بگیرد شرط نگذارد که زن یکم تا اول طلاق کو بعد من تو را میگیرم. همین شرط را گذاشتن میگه براش حرام است، نباید طلاق اون زن را بخواهد. طلاق اون زن را نباید زن بخواهد. اگر گرفتنی است دویم زن بشود، اگر گرفتنی نیست نباید این شرط را بگذارد. یا که در هر کاری دیگرم نباید که زن یا یک شخص طلاق را شرط بگذارد که بیا مثلا طلاق کن بعد فلان کارت را اجرا میکنم یا فلان کار را به انجام میرسانم. این حرام است موافق شریعت. و فی روایت قال، در یک روایت دیگر آمده است که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفت که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التلقی. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است از تلقی، یعنی با پیشوازی با استقبالی فروشنده ها رفتن. در گفتیم که مثلا دهاتی ها یا تاجران بیرون از شهری شهر میخواهند بار بیارند کالا و چیزهایی را بیارند برای فروشی، بعضی از انسانها تاجرها بفهمند و برای خریدن بروند بیرون از شهر. این را میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است. و ان یبتاع المهاجر
للاعرابی، یعنی همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کردگی است دلالی کردن مهاجر برای اعرابی. مهاجر نمیتواند برای دهاتی، برای دهاتی ها که بگیم برای بادیه نشین چکار بکند؟ دلالی بکند. و ان تشترط المرأة طلاق اختها، و همچنین زن نمیتواند، یعنی پیغمبر منع کرده است که زن شرط بگذارد طلاق خواهرش را، یعنی که طلاق را شرط بگذارد، یعنی که زن یکم را برای طلاق شرط بگذارد که زن یکم تا طلاق که بعد من زن دوم میشوم، گفته طلاق بگیم شرط گذاشتن پیغمبر میگه که منع کرده است. و ان یستام الرجل علی صوم اخیه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست از قصدی، بگم ان یستام الرجل علی صوم اخیه، یعنی که قصد خریدن ندارد و برای نرخ را بالا بردن. ان یستام این که بالا ببرد مرد علی صوم اخیه، یعنی که به نرخ برادرش، یعنی نرخ بالا ببرد یا که نرخ را بزند. این را همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است. این ان یستام الرجل علی صوم اخیه، چطوری که در پیشتر بیان کردیم که مثلا یک دو مغازه برابر است، یکیش میخواهد یک چیز را بفروشد، این خریدار در 100 سوم راضی است، اون مغازه برگش میخواهد ارزانتر، میگه بیا 90 سوم ده از من بگیر، بیا 80 سوم ده از من بگیر، انا میره میگه یستام الرجل علی صوم اخیه. انا همین است که این همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را منع کرده است. و نهى عن النجشی، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نجش منع کرده است. نجش یعنی سودازنی. مثلا چیزا نرخ بالا میبرد و خریدنی نیست، برای دیگر خریدارها رو فریب دادن نرخ بالا میبرد و فایده ای اون فروشنده میخواد نرخ بالا برد. این را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است. و تصریتی، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصریه رو منع کرده است. تصریه چی است؟ مثلا یک انسان گاو دارد، گاوی شیردار، میخواد که گاوش رو برای بفروشد، اما یک روز دو روز پیشکی اون گاو رو نمیجوشد، شیرش رو نمیگیرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیستانش کلانتر بتابد تا اینکه اون خریدار رو فریب بکند. انا همین مسئله رو میگن تصریه، یعنی شیر گاو رو نجوشیدن، در پیستانش مانده تا اینکه کلانتر بتابد، اون خریدار این را ببیند که پیستانش بزرگ است و شیر زیاد دارد و میل بکند برای خریدن. انا همین را میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست. این حدیث متفق علیه است. این بود دوم روایت در زیر حدیث 1777 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1778 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، یعنی نباید بفروشد، لا یبیع بعضکم، یعنی نفروشد بعضی از شما بر بالای فروختن بعضی از دیگرتان، یعنی نباید معامله یکدیگر رو شما برهم بدهید. ولا یخطب علی خطبت اخیه، و نباید کسی خواستگاری بکند بر بالای خواستگاری کردن برادرش. یا کسی خواستگاری رفته در بالای اون خواستگاری کردن جایز نمی باشد، الا ان یأذن له، مگر اینکه اجازتش بتید برای اون خواستگاری اول برای خواستگاری دوم اجازت بدهد، پس میتواند که این دوم انسان هم خواستگاری برود و الا جایز نمی باشد، یا صاحب دختر اول رد میکند بعد جایز است. این حدیث متفق علیه است و هذا لفظ مسلمین، این لفظی که حالا خواندیم این لفظ مسلم می باشد. این بود حدیث 1778 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1779 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند المؤمن اخو المؤمنی، یعنی که مؤمن مسلمان برادر مسلمان است. فلا يحل لمؤمن ان یبتاع علی بیع اخیه، یعنی پس حلال نمی باشد برای مؤمن ان یبتاع علی بیع اخیه، یعنی بفروشد بر بالای فروختن برادرش، یعنی که معامله را برهم دادنش براش جایز نمی باشد. ولا یخطب علی خطبت اخیه، پس همچنین جایز نیست برای مؤمن که خطبه بکند، یعنی خواستگاری بکند بر خواستگاری کردن برادرش، حتی یذر، تا اینکه اون خواستگاری اون معامله رو برهم بدهند، تا اینکه اون معامله برهم بخورد، تا اینکه اون معامله، یعنی که بگیم اون خواستگاری رد شد بگیرد، بعد از اون جایز است خواستگاری کردن. یا که اون معامله هم همچنین، اون معامله تا اینکه جواب شد بگیرد، یعنی که دیدن که این دو کس توافق نمیکند در فروختن چیزه، بعد از اون میتواند یک کسی دیگر دخالت بکند. اما در حالت گفتگو هستند و در حالت سودا کردن هستند، در این صورت بالای سودا یک کسی دیگر سودا کردن حلال نمی باشد، یا بالای خواستگاری کردن یک خواستگار دیگر در خواستگاری کردن هم حلال نمی باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. این بود باب حرام بودن واسطه شدن شهری برای فروختن چیزهایی که دهاتی می آرد. با همین این باب هم به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن اضاعة المال في غیر وجوه التي اذن الشرع فيها، یعنی باب در مسئله منع بودن اضاعة المال، یعنی صرف کردن مال، دادن مال فی وجوهه التي فی غیر وجوه التي اذن الشرع فيها، یعنی در غیر راههای شرعی، در کارهایی که غیر شرعی هستند، در اینها صرف کردن مال این را شریعت منع میکند. پس این باب نو هست. این باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.